اینجا دهه تنگئی رامید. جشن شب یلدا با حضور مردم محل و هنرمندان و فرهنگیان. برگزار کننده این جشن در این موضع شهاب فروخیار ایرانی مقیم تاجیکستان است که همه سال شب یلدا را با مردم این محل تجلیل می کند. ما امشب رو جشن میگیریم که درازترین شب سال امشب و دیگه از این درازتر نمیشه. فردا تولد خورشیده. یلدا یعنی تولد. سفره این شب را از یک سلسله اشیا و غذاهای رمزی آراسته بودند. در روی خوان اساساً میوه‌های سرخ رنگ چون تربوز، انار، خرما و لبلبو گذاشته آتش افروخته بودند که رمزی گرمی است. نخست دلیل شب یلدا و ویژگی‌های این جشن توضیح داده شده، در ادامه سرود و آهنگ‌های جشنی اجرا شدند. به گفته شهاب فروخیار وقتی تاجیکستان آمد مشاهده کرد که این جشن از خاطرها خیلی فراموش شده. تصمیم گرفت اقلاً در محل زیستی خود این جشن را احیا کند. چند سالی جشن رو در خانه می‌گرفتیم با بعضی از دوستان. بعد خب جمع محدود بود. دوستان کمی رو میتونستیم در خانه جا بدیم. بعد تصمیم گرفتیم که این رو گستردش کنیم. الان 4-5 ساله که یلدا رو از خانه آوردیم به بیرون و تعداد بیشتری از دوستان جمع میشن و به خصوص بچه‌ها رو میگیم بهشون هدیه شب یلدایی میدیم. بابا یلدایی و یا ماما یلدایی نیز یکی از ویژگی‌های این جشن بوده، چون بابای برفی در سال نو به کودکان از صندوقش ارمغان هدیه می‌کرده است. شب یلدا با فولی حافظ که در تمام جشن‌های باستانی حتما اجرا می‌شود به اتمام رسید. ای سر به ناز حسن که خوش می‌روی به ناز، عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز. فرخنده باد طلعت نازت